کیان و مارکوس پارت اول. رابرت تبدیل به کفتر شده. چجوری اینجوری شد؟ نمیدونم، یه دونه کفتر اونجا کشتم، یهو تبدیل شدم به کفتر. خب کی هم داشتی بدبختو کشتی؟ رابرت چیکار کنم؟ نمیدونم، حالا یه کارش میکنیم، باید ببرم من آزمایشگاه. میتونم بعد من دهی بگم کفتره کل پسر وای وای. نگاه کن رابرت، کفتره کل پسر وای. آره دیدم، الان گردنم میشکنه. دیدی؟ نه پس ندیدم، کورم. چیکار کنم یه برگردم؟ گفتم که میبرمت آزمایشگاه، حالا یه کارش میکنم. رابرت شد مبتلای من. نگو برادر، زشته. بلای من دوست دارم. خب من هم دوست دارم، اگه میشه رفیق هم دیگر دوست نداشته باشم. فقط بدی تو اینه که اذیتم میکنی. منو تبدیل کن به کرمی که بودم، میخوام سرت کرم بریزم. مثل خودت میخوای خودتو بریزی؟ آره منظورت اینه؟ باید منو ببری آزمایشگاه. خر که نیستم، سه بار بهت گفتم میبرمت. رابرت منو ببری آزمایشگاه. خب میبرمت، خر که نیستم، 4 بار بهت گفتم میبرمت. بهش